اینجا شهر نقاشیه. سلام. خدا عزیزم آرش بدرطالعی. گرافیک یعنی چی؟ خیلی سخته. چرا بچه‌ها براشون کلاس شما خیلی جذابه و خیلی کلاستون رو دوست دارن؟ سوال جالبیه. عید رفتم خونه مادر بزرگم و با داییم رفتیم ماهیگیری چند روز. مهمترین چیز عجیبه، جالبه، هیجان انگیزه دیگه. خداحافظ. سلام، من نیلیا سادات هستم. در کنار استاد عزیزم آرش بدرطالعی هستم و اینجا شهر نقاشیه. من میخوام با استاد یه مصاحبه کوتاه و یه گفتگویی داشته باشم. برای سخن اول خودتون رو معرفی کنید، بگین که از کی شروع کردید و اگه داستانی داره، اگه بتونید به صورت داستان بگین که چجوری وارد این حوزه شدید. بفرمایید. سلام، همونجوری که نیلیا جون گفت، من آرش بدرطالعی هستم، طراح گرافیک و مربی هنر کودکان. من مثل خیلی از بچه‌ها از دوران کودکی نقاشی می‌کشیدم. کمی شاید به نسبت بچه‌های معمول مثل خود نیلیا که پیگیره، البته من انقدر پیگیر نبودم تو دوران کودکی، ولی یکم علاقم بیشتر بود. ادامه دادم تا زمانی که تو نوجوانی فعالیت تئاتر رو شروع کردم و چون دوست داشتم رشته دانشگاهیم و آینده کاریم هنر باشه و اون موقع رشته بازیگری تو هنرستان وجود نداشت، وارد هنرستان گرافیک شدم و آروم آروم به گرافیک علاقه‌مند شدم و نقاشی و تصویرگری و ادامه دادم و در دانشگاه هم رشته گرافیک خوندم و شروع کردم به کار حرفه‌ای با مجله‌های مختلف، کیهان بچه‌ها، سروش کودکان و انتشارات مختلف، کانون پرورش فکری، جاهای مختلف، تا اینکه یه روزی احساس کردم چقدر خوبه با خود بچه‌ها کار کنم و شهر نقاشی شروع شد و کار با بچه‌ها. یه سوالی داشتم، میشه توضیح بدین که گرافیک یعنی چی؟ خیلی سخته، ولی اگه بخوام خلاصه بگم، خب ما هنرهای تصویری مختلفی داریم. نقاشی، عکاسی، تصویرگری. مثلا تصویرگری کتاب کودک، خیلی از کتابای بچه‌ها، یعنی تقریبا همشون کودکان، یه سری نقاشی‌ها توشه که بهش میگیم تصویرگری، یعنی نقاشی برای اون داستان. و عکاسی هم هنر تصویره. اما گرافیک یه جور هنریه که با چجوری بگم، با خرید و فروش و زندگی ما بیشتر ارتباط داره، با محصولاتی که ما استفاده میکنیم، میخریم. مثلا بسته‌بندی وسیله‌ها یا خوردنی‌های مختلف کار طراح گرافیکه. مثلا بسته‌بندی بیسکویت، بسته‌بندی پفک، برچسب روی آب معدنی و تمام چیزایی که بهش میگن تو تبلیغات استفاده میشه، یا پوستر یک فیلم، یا جلد یک کتاب، یا جلد یک CD. تمام در واقع همه چیز که ما ازش استفاده میکنیم یه گرافیکی توش هست. مثلا طرح لباسی که روش یه شکلی داره، یه نوشته‌ای داره و خیلی خیلی چیزایی که دور و براتون ببینید، جعبه دستمال کاغذی، بسته‌بندی شامپو، همه اینا کار بخش زیادش اون طرح‌هایی که می‌بینید با نوشته‌ها قاطی شده کار طراحای گرافیکه. این کلاً گرافیک. مثلا عکس روی شیر، مثلا چیزایی که طراحی میکنن واسه جلد مثلا خوراکی‌ها، منظورتونه؟ بله همه اینها. مثلا لوگو یا آرم کارخونه سونی، سامسونگ، LG، بنز، همه اینا کار طراحی گرافیکه. آرم بانک صادرات، آرم بانک ملی و همه اینها چیزایی که ما هر روز می‌بینیم، یه روزی طراح گرافیکی طراحی کرده.
واسه سوال اول، من خودم توی کلاساتون شرکت کردم و با اونا آشنا هم و خیلی از کلاسای شما خوشم اومده و همیشه لحظه شماری میکردم واسه اینکه زودتر کلاسا شروع بشه، تو کلاسا شرکت بکنم. و میخواستم بپرسم که به نظر خودتون چرا بچه ها براشون کلاس شما خیلی جذابه و خیلی کلاستون رو دوست دارن؟ واقعا اینو خود شما باید بگی که چرا جذاب بوده، چون شما به نظر جذاب بوده. به نظر من کلاس ما خیلی جذاب نبوده، ولی نه، یکم شوخی کردم. حس کردم جذابه چون بچه ها بهم گفتن. من خودم این فکر رو دارم که اصلا احساس نمی کنم که من میخوام به کسی چیزی یاد بدم یا راستش رو بگم خیلی دوست ندارم معلم باشم. من دوست دارم همیشه هنرمند باشم و توی کلاس هم دوست دارم مثل یه هنرمند رفتار کنم و اتفاقا یه هنرمند خلاق. یعنی از جمله هایی که میگم، شوخی هایی که میکنم، هر لحظه دوست دارم یه کاری بکنم خلاقیت داشته باشه و خودم سورپرایز بشم. و فکر میکنم بچه ها هم مثل همه آدم ها دیگه، حالا اسمشون بچه هست چون سنشون کمه، ولی همه ما آدمیم دیگه، همه دوست داریم شوخی کنیم و در عین حال کار به درد بخور انجام بدیم. این بهترین چیزه که ما در حال انجام یک کار جالب، تازه، خلاق، شوخی هم بکنیم، بخندیم. من اینو برای خودم دوست داشتم و سعی کردم کلاسام اینجوری بشه. فکر میکنم بچه ها اینو دوست دارن. حالا من یه سوال دیگه بپرسم، این که مثلا اگر برمیگشتین به 10 سالگی خودتون مثل من، اگه میتونستین مثلا بهش یه جمله بگین چی بهش میگفتین؟ سوال جالبیه. مخصوصا چون من دیروز داشتم یه نامه‌ای رو، یه انشایی رو پیدا کردم که دقیقا مال حالا 12 سالگیم بود. سال نو عید رفتم خونه مادر بزرگم و با داییم رفته بودیم ماهیگیری چند روز و داشتم میخوندم اینو. حالا تقریبا خودم رو اونجا تجسم کنم. اون موقع من خیلی عاشق فوتبال بودم، خیلی زیاد فوتبال هم خیلی خوب بود. میگفتم آرش که فوتبال دوست داری و خیلی عالیه، کتابای خوبی داری، گاهی میخونی، بیشتر کتاب بخون. و مثلا راجع به حوزه هنری چی بهش میگفتی؟ آخه اون موقع من نقاشی هم میکردم، طراحی هم میکردم، ولی با شیطنت. یعنی یکم میکشیدم، یکم نمیکشیدم، یکمی کلاس میرفتم، یکمی نمیرفتم. بهش میگفتم ببین عزیز من، اگه دوست داری بکش و اگه دوست داری خب با دقت بیشتری کار کن، اگه هم دوست نداری مجبور نیستی بری نقاشی کنی. این یه چیز دل بخواهه، اجباری توش نیست. اینو بهش میگفتم. و مهمترین چیز، فکر نکن که باید مثل بقیه بکشی. اون چیزایی رو که دلت میخواد و اونجوری که خودت میتونی بکش. این مهمترین چیزه به نظر بهش میگفتم. چون اون موقع آرش اون موقع اینو نمیدونست، چون مربیای اون موقع اینو نمیدونستن. مثلا از خلاقیت خودمون استفاده کنیم، مثلا کپی نکنیم، از روی جای نکشیم. دقیقاً. چون هر آدم یه اثر انگشتی داره. نقاشی هم میتونه مثل اثر انگشت آدم باشه. چرا؟ چون هر آدمی یک فکرهای مخصوص خودشو داره. اصلا دی ان ای یه چیز پیچیده است، من نمیدونم، ولی میتونم که هر آدمی دی ان ای مخصوص خودشو داره و منحصر به فرد خاصه. پس نقاشی هم از فکر آدم درست میشه، از احساسات آدم درست میشه. وقتی ما فکرها و احساسات خیلی خیلی خاصی داریم که با همه آدمای روی زمین فرق میکنه، پس احتمالاً میتونیم نقاشی هم داشته باشیم که با نقاشی همه آدما فرق کنه.
واسه سوال بعدی، اگر مثلا یه مداد و پاکن جادویی داشتین و میتونستین هرچی بکشین و پاک کنین واقعی بشه، چی میکشیدین و پاک میکردین؟ اگه میتونستم هر چیزی رو بکشم بعد پاک کنم واقعی بشه، من شهر نقاشی رو میکشیدم و پاک میکردم. یه شهری که توش قصه های مختلف اتفاق میفته و خونه هاش، آدماش و تقریبا همه چیزش مثل خودشه، نه مثل هیچ شهر دیگه ای. هیچ خونه ای در اون شبیه خونه دیگه ای نیست و هیچ درختی شبیه درختای دیگه ای نیست. همه چیز و همه چیزش مخصوص به خودشه. چون دوست داشتم تو این شهر کم زندگی کنم. مثلا خونه و درختش چه شکلی میشه؟ هر شکلی غیر از اون شکلی که بیشتر خونه ها و درخت هست. مثلا فکر کنیم خونهش سقفش میتونسته شبیه یک کلاه لبه‌دار باشه و پله هاش به جای اینکه اینجوری برن بالا، مثلا یه سرسره هایی باشن که توش سر بخوریم بالایی بریم به جای اینکه بریم پایین. یا پنجره هاش هر کدوم به شکل یک شیرینی یا بیسکویت بامزه باشن و به جای اینکه از سقفش لامپ آویزون باشه، لونه های کرم شبتاب باشه که کرمای شبتاب اینجا. چه خوبه واقعا زندگی کنی، خیلی قشنگ. بله. بعدا من منظورم از اینکه پاک کنی، مثلا پاک کنید مثلا یه چیزی رو که دوست ندارید و مثلا پاکش کنید. چه چیزی که دوست ندارم توی واقعیت پاک بشه، این که اگه یه چیز باشه جنگ، چون جنگ همه رو ناراحت میکنه. خیلی آدمای کمی هن که از جنگ خوشحال میشن و اونا آدمایی هن که از خوشحالی آدمای دیگه انگار شاد نمیشن، یا بیشتر آدمای دنیا دوست دارن جنگ نباشه. اینو پاک میکنم، چون اگه جنگ نبود بچه‌های بیشتری در دنیا خوشحال بودن، چون میتونیم که جنگ خیلی بچه‌ها بله، چون بچه‌هایی که پدر و مادرشون یا خانواده‌شون از دست میدن خیلی تمام عمر میتونن ناراحت باشن. جنگو پاک میکرد. حالا واسه آخر مصاحبهمون هر خاطره‌ای، جمله‌ای، هر چیزی که خودتون میخواین واسه آخر مصاحبه بگید. آخر مصاحبه‌ام میتونم بگم که چقدر خوشحالم که تو نیلیا این فکر رو داری و مامان و بابای همراه و حامی، یعنی حمایت کننده‌ای داری و این خیلی برای من خوشحال کننده است. حالا من دارم با تو صحبت میکنم ولی این خیلی جالب و جذابه که تو در این سن داری یک چنین کاری میکنی. عجیبه، جالبه، هیجان انگیزه و فکر میکنم بچه هایی که دارن میبینن، مخصوصا پدر و مادرهایی که دارن میبینن این موضوع رو، به این فکر نکنن که نیلیا چقدر با استعداد، چقدر خوبه. این که هست، به این فکر کنن که شما هم میتونید یه کارایی بکنید، کارای خاص. یعنی ما هم میتونیم یه کارایی بکنیم، فقط نگاه نکنیم کارای جالب بقیه رو، خود ما هم میتونیم کارای جالبی انجام بدیم. این فکر کنم خیلی چیز مهمیه. هر کسی میتونه، مثلا یکی اصلا توی نقاشی استعداد نداره، میتونه بره مثلا توی ورزش استعداد داره. بله. یا مثلا توی تصویرسازی استعداد نداره ولی توی طراحی استعداد داره، میره طراحی رو ادامه میده. بله. و توی هر کاری که ادامه میده یه شکل خاصی و خیلی جدی این کارو بکنه. چون الان شما داری نقاشی نمی‌کنی با من، شما داری با من صحبت می‌کنی و داری فیلم میگیری که احتمالاً توی اینستاگرام یه جاهایی بذاری و یکی ممکنه بگین چه ربطی داره به نقاشی، ولی خب وقتی فکر می‌کنی می‌بینیم یه ربطایی داره، اتفاقا ربطای مهمی هم داره. نقاشی فقط مداد و قلم گرفتن و کشیدن نیست. نقاشی قرار کمک کنه که فکر ما باز بشه و کارهای تازه‌ای انجام بدیم.
و خلاقیت داشته باشی. من خودم سورپرایز شدم. آره. حالا دیگه خداحافظ. دیگه خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.